در پنشیر بشینیم استشمام نکنه بینی بوی جنگل بریم ملای گل سرخ مزار به نام قوم قومیت چیزی نباشه بچشیم شیرینی انار قندهار بدون هراتی دست یار بگیریم. گاز یعنی چقدر قشنگ زیبایی افغانستان رو داره مثلا در از آهنگش توصیف میکنه. تکنه از پنشیر میگه، از هرات گفتش، از سرسبزیش میگه، از مثلا از میوه‌جاتش مثل انار. دوستای عزیز از چی بگم براتون؟ چند وقت چه اتفاقایی که سر ما مرد افغانستان افتاد. سلام دوست عزیز، به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر کجای از دنیا که هستین حالتون خوب و سلامت باشه. دوستای عزیز، همونجور که خبر دارین یا مثلا در BBC و در فضای مجازی دیدین، کشور همسایه‌مون چقدر از هموطنای ما رو در چند روزی گذشته از ایران به طرف افغانستان دیپورتشن کرده. یعنی واقعا انسانیت کجاست؟ یعنی یک رقم ویدیوهایی من داخل اینترنت میبینم، داخل این اینستاگرام، تیک تاک میبینم، دلم جو میشه. خدا وکیلی. ولی خب کارش نمیشه کرد. اون از این دولتی که مثلا الان سر قدرت نشسته، اینم از این کشور همسایه‌ای که ما داریم. ای خدا رحم. خب دوست عزیز، امروز داشتم داخل اینستاگرام مثلا میچرخیدم، یک دفعه متوجه یک فریستایل خیلی قشنگ شدم از یکی از رپرهای افغانستان اگه اشتباه نکنم. خب اسمش هم حسین روک هستش. یه وقت گوش دادم دوست عزیز، حال هوای مرا کلا عوض کرد. یعنی واقعا چیزی که خوانده بود خیلی از ته دل کل هموطنای ما گفته شده بود. خب گایز، الان میخوام روی از این آهنگ حسین روک که درباره وطن ما خوانده یک ریاکشن برم، چون واقعا حق از داره که مثلا تشویق بشه دیگه. لقبش بچه جالبه، حسین روک حرفایشو میگه فکر کنم. دیگه ادامه نمیدم دیگه، بچه بریم خودمون آهنگ گوش بدیم دیگه. در میان من جنابی به نام دنیا مادری بود به نام افغانستان که هیچ وقت ندید فرزندهایش خوش و خرم و دور یک دسترخوان. خیلی دوست دارم بچه الان نخورده مثلا فاز شاد بهتون بدم، ولی چه کنین دیگه. خیلی از ما الان ناراحتیم. خیلی از دوستا دیگه که هستش فامیلایشون حتی هنوزم که هنوزه نصفشون بچه در ایران و نصفشون افغانستان هستن، اونا مونده افغانستان که هیچ وقت ندید فرزندهایش خوش و خرم و دور یک دسترخوان. این تیکه‌ای که بچه گفتش واقعا خیلی قشنگ بود. من از اونجایی که یادم میاد، از اون موقعی که به دنیا اومدم تو این مالی، یعنی یک روز خوش وطن ما ندیده. یعنی یک روزی که مثلا نفرا کلگی خوش و خرم مثلا با همدیگه زندگی کنن، در کنار همدیگه در آرامش زندگی کنن، واقعا ندیدیم. خب اجنبی ها به یک صدا می نواختند، گیتاری به اسم کلاش کلگی دست به دعا که خدا بزرگ است، ولی حتی خدا هم معجزه‌ای نداشت. مرمیای چه وضعیت افغانستان یک رقم شده. خب که حتی خدا هم فکر کنم مونده مثلا چیزی میره درستش کنه. یعنی اونقدر وضعیتش در حال حاضر خیلی ولی حتی خدا هم معجزه‌ای نداشت. مرمیای تانکا و مرمیای راکت و مثل باران بر روی خانه ها بود. قلب‌های سراسیمه و فکر مردن، شادی دور سوی کجا بود. یک چیزی که بچه خیلی از روش رپ کردن از خوشم میفهمین چیه که اینه که موقعی که میخواد رپ کنه، خب کلمه‌ای که میخواد بگه مثلا همشون وزن خوب دارن، قافیه صحیح دارن، جوری که کلمه رو مثلا میگه یه جوری که مثلا برای شنونده فهمیدنش زیاد سخت نیستش. خب خیلی تمیز، خیلی هم قشنگ رسانه مثلا گپایش میزنه. قلب‌های سراسیمه و فکر مردن، شادی دور سوی کجا بود. هیچ خدایی ندید حال ما را، شاید ملک ما ملک به خدا بود. یعنی واقعا چی گفت؟ هیچ کس واسه شادی ما رو نیده. شاید واقعا ملک ما یک ملک بی خدا باشه. میدونی چه استعداد واقعا داره. رپ کسش مثلا به چندین بخش شاخه تقسیم میشه. خب از این کسش مثلا به سبک اعتراضی یا دلنوشت خونده، خب دمی سبک واقعا قشنگ مثلا کارش داده بیرون. ملک ما ملک به خدا بود، ما بودیم عاشقای مجنون، واژه خوشبختی یار به وفا بود. من دیدم به چشم سر مادری که طفلشه سودا میکرد ورزش نانشه، و من مردی رو دیدم که بین دود انفجار هم سر خود صدا میکرد عشق من. میفهمین چیه؟ خب یک دلیلی که مثلا یک رپر میتونه همچین خواندنی رو بنویسه، همچین تکسی رو بنویسه، میتونه بعضی باشه که خود از این آرتیست در اونجا بوده و واقعا خیلی چیزا رو مثلا دیده. به خاطر همون موقعی که مثلا میخواد شعرش رو بنویسه، برای از گفتن از رقم کلمات مثلا میتونه خیلی آسان تر باشه. ولی یک نفری که مثلا در اونجور جا نبوده، در اونجور جا زندگی نکرده، در اونجور جا مثلا کلان نشده، خب برای از ممکنه که نوشتن از رقم تکسا واقعا سخت باشه.
ورزش نان شو من مردی را دیدم که بین دود انفجار هم سر خود صدا میکرد عشق من دیدم به چشم سر او جوانی کاکره که بین سطح شهر آتش زد جانش من دیدم تاریکی را دختری را دیدم که به خاطر خندش به او میگفتن فاحشه کوچه های خاکی و دیوارای پرخون مغزای زنگ زده و کیسار افیون. یعنی واقعا خود یه تیکش قشنگ افغانستان رو مثلا توصیف کرد برای ما. واقعا دقیق پیشین فکر کنه خدا وکیلی قشنگ جانو مستی بچش دمت گرم خدا. یک مشکل دیگه ای که مثلا مرد کل جهان داره اینه که دخترایی که مثلا میخوان ایندیپندنت بشن یا مثلا میخوان برای خودشون زندگی کنن خرج خودشون در بیارن خب خیلی گپای بد مثلا پشت سر از جاست. خیلی نفرای دیگه سعی میکنن که مثلا او دختر رشد نکنه چی دخترش بچه‌ها نمیذاره که مثلا رشد کنه. یکی دیگه این که مثلا کلماتی که استفاده میکنه واقعا کلماتیه یا واژه‌ای که از زبان فارسی میاد بیرون زبان کتابیه. یعنی اینش هم خیلی قشنگه از نظر از من. دختری دیدم که به خاطر خندش به او میگفتن فاحشه کوچه های خاکی و دیوارای پرخون مغزای زنگ زده و کیسار افیون. به نام دین گفتن خدایشان گفته که باید بسته باشه مکتب و پوهنتون. و دنیا آمدن دور برم جنگ بود. این هم بچه خیلی ناراحت کننده ای که مثلا در افغانستان دخترها نمیتونن درس بخونن یا مثلا هم مکتب و پنتون که گفتهش. خب امیدوار هستم یک روزی مکتب و پنتون هم کلگی از یاد سر دختره وطنمون باز بشه و منم بتونن درس بخونن. چون اگه در یک خانه یک مادری بی سواد باشه خیلی ضربه میخوره. خب یعنی خیلی یک خانواده میتونه ضربه بخوره وقتی مادرش تحصیل کرده نباشه. ولی بازم امید به یک روزی که دخترای وطنمون که میشن مادرای آینده فرزندانمون 100% برن داخل مکتب و شروع کنم به درس خواندن. همین مکتب برای از آزاد بشه واقعا بچه‌ش. من امی شخصی جان خودم واقعا خیلی خوشحال میشم. و دنیا آمدن دور برم جنگ بود لالایی شدن صدای تفنگ بود. بعد یک چیز دیگه بچه دوستای عزیز کسایی که مثلا در ایران زندگی کردین خب یا مثلا در کشورهای دیگه در افغانستان نبودین و پوانتون رو نمیدونین چیه همون دانشگاه میشه یا مثلا یونیورسیتی در انگلیسیش میشه. لالایی شدن صدای تفنگ بود هرچی قصه بود با من هماهنگ بود هرچی قصنگ بود در پای لنگ بود هموطن نکن است جدید خراب سم تفرقه را با او نکن تزریق هموطن ما و تو هم خدا داریم شاید روز خوب ما هم باشه نزدیک. دست من بگیر بریم سمت بامیان سال از نزدیک ببینیم. اگه شعرش بخوام بچه قسمت بندی کنین در قسمت دومش اومد واقعا گله کرد مثلا از کل اتفاقی که در افغانستان میفته و همچنین گله کرد مثلا از مردمایی که در افغانستان زندگی میکنن. اگه اشتباه نکنم در ورس آخرش که مثلا الان میخواد بخونه خب سعی میکنه از زیبایی وطن ما افغانستان بگه که اینم تکنیک رپ از حسین جان نشون میده. دست من بگیر بریم سمت بامیان سال از نزدیک ببینیم. دست من بگیر بریم سمت پنشیر دست جمعی در پنشیر بشینیم. استشمام نکنه بینی بوی جنگل بریم ملای گل سرخ مزار به نام قوم قومیت چیزی نباشه بچشیم شیرینی انار قندهار بدون حراسی دست یار بگیریم. گایز یعنی چقدر قشنگ زیبایی افغانستان رو داره مثلا در از آهنگش توصیف میکنه. تکنه از پنشیر میگه از هرات گفتش از سرسبزیش میگه از مثلا از میوه‌جاتش مثل انار خیلی چیزای دیگهش میگه. بعد چند وقت پیش بچه‌ها من داخل خانه نشسته بودم یک دونه بلاگر دیگه رفته بود افغانستان ویدیو گرفته بود. این رفته بود یک جایی که کل اطرافش سرسبز بود جایی که میوه میفروشن میان دکانش بچه‌ها قشنگ شرشر آب بود سرسبز بود دیگه دوغم بود دیگه غذا مزه اصلا خیلی شیرینی انار قندهار بدون حراسی دست یار بگیریم سرسبزی فصل بهار را ببینیم با هم سر یک دسترخوان بشینیم امید از رنگ صلح باز هم ببینیم. خیلی قشنگ شد آخرش هم مثلا گفت امید هست رنگ صلح رو با هم ببینیم. اگه اشتباه نکنم اسم از این آهنگم است The Color of Peace. خب دوستای عزیز این بود از ریاکشن امروز ما که واقعا جوان کاکه لیاقت از داره که بچه‌ها خیلی ساپورتش کنین. خب بازم بهتون میگم خب سبک از یک کسش بچه‌ها سبکش فرق میکنه. خب هر آرتیستی میتونه چندین سبک بخونه این هم که سبک دلنوشتی به یه صورت دیگه اعتراضی بود. خب من از 10 بچه یه رسد میدم خدا وکیل. وطن عشق من هم وطن جان من وطن روح من عز و ایمان من. شراتو حسین رک برای از این آهنگ دلنوشت خیلی زیباش بوده و داری بچه‌ش دمت گرم. بخیر پیشرفته تو ببینیم.
دوستای عزیز نظرتون شما در کامنت بنویسید و اینکه من نفهمم بچه حسین جان در کجا زندگی میکنه. اگه میفهمین حتما در کامنت بگین که در کجا زندگی میکنه. خب دوستای عزیز این بود از ریاکشن ویدیوی امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه دیگه. بازم میگم خب امید به یک روزی که کشورهای همسایه‌مون دست از سر کشور ما بردارن و اینقدر مردم ما که مهاجر میشن برابر اذیت نکنن. بعد یه چیز دیگه دوست داریم بچه‌ها مثلا چه رقم ویدیوهای بیشتر واسه درست کنم، چالش درست کنم، ولاگ درست کنم، ریاکشن درست کنم یا مثلا ویدیوهای دیگه. اگه در کامنت بنویسین واقعا خیلی خوشحال میشم. این بود از ویدیو ریاکشن امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید، ویدیو رو برای دوستاتون شیر کنید، علامت زنگوله رو بزنید که دوستاتون در آینده نفر اول باشین که ویدیو رو میبینید. پیس اوت. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only